ثروتمندترین فوتبالیستای ایران، ستاره هایی که توی زمین فوتبال و دنیای ثروت می‌درخشند. رتبه دهم کریم انصاری‌فر 710 میلیارد تومان. مهاجمی گلزن و تاثیرگذار که با عملکرد درخشانش تو لیگ‌های مختلف اروپا شناخته میشه. تو جام جهانی 2018 یکی از گلزنان تیم ملی ایران بود. رتبه نهم علیرضا جهانبخش 900 میلیارد تومان. یکی از استعدادهای درخشان فوتبال ایران که تونست عنوان آقای گل لیگ هلند رو به دست بیاره. تو رقابت‌های ملی و باشگاهی همیشه یکی از مهره‌های کلیدی بوده و توی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا هم عالی کار کرد. رتبه هشتم اشکان دژاگه 1060 میلیارد تومان. یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی که تجربه قهرمانی تو بوندسلیگا و جام حذفی آلمان رو تو کارنامش داره. رتبه هفتم احسان حاج صفی 1180 میلیارد تومان. کاپیتان تیم ملی ایران که تونسته تو 3 تا جام جهانی 2014، 2018 و 2022 بازی کنه. با تعصب و جنگندگیش همیشه یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی بوده. رتبه ششم مسعود شجاعی 1480 میلیارد تومان. یکی از با تجربه ترین بازیکن‌های تاریخ تیم ملی ایران که تونسته تو 3 تا جام جهانی حضور داشته باشه و با بازیسازی هوشمندانه و تجربه بالاش نقش مهمی تو موفقیت‌های تیم ملی داشته. رتبه پنجم جواد نیکونا 1770 میلیارد تومان. یکی از پرافتخارترین هافبک‌های ایران که با 151 بازی ملی یکی از رکورددارای بیشترین بازی ملی تو تاریخ ایرانه. سابقه گلزنی مقابل تیم‌های بزرگ اروپایی رو داره و یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های تیم ملی توی یه دهه اخیر بوده. رتبه چهارم مهدی مهدوی کیا 2380 میلیارد تومان. اسطوره فوتبال ایران که سالها به عنوان یکی از بهترین بازیکن‌های آسیا شناخته میشد. چندین بار عنوان بهترین بازیکن آسیا رو گرفته و یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فوتبالمون محسوب میشه. رتبه سوم فرهاد مجیدی 2950 میلیارد تومان. کاپیتانی محبوب که کلی افتخار تو فوتبال ایران و آسیا داره. یکی از معدود بازیکنایی که تو لیگ قهرمانان آسیا هتریک کرده و برای استقلالی‌ها یه اسطوره است. رتبه دوم علی کریمی 3540 میلیارد تومان. جادوگر فوتبال ایران که دریبلای استثنایی و تکنیک نابش اون رو به یکی از محبوب‌ترین بازیکن‌های تاریخ کشور تبدیل کرده. رتبه اول علی دایی 4720 میلیارد تومان. بزرگمرد فوتبال ایران که سالها عنوان بهترین گلزن ملی جهان رو داشت. با تیم ملی قهرمانی بازی‌های آسیایی 1998 شد و یکی از پرافتخارترین و محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال آسیا است. حالا شما بگید کدوم یکی از این ستاره‌ها رو بیشتر از همه دوست داری؟ اگه از این مطالب خوشت میاد حتما با فکت مغز همراه شو.